واقعیت مهاجرت ترکیب این دوتاست. آیا لزوما درخواست ویزا که تایید میشه یعنی مهاجرت موفق انجام شده؟ نه، ولی بعد از اون تازه قضیه شروع میشه. بهترین کشور برای مهاجرت وجود نداره. تنهایی غربت اینا هم بخش از مهاجرته. کشور نیست که بدون زبان بتونی تو این محیط رشد کنی ولی علاوه اقتصادی شاید یه خورده سخت باشه، چالش داشته باشه کار بخوای پیدا کنی. تو این کشور هم باید به زبان خودشون صحبت بکنید یا تحصیل کنید، کار بکنید. معاملات زیادی، شرایط زیادی با ایران داره، مراودات داره. بدون هزینه هم میتونید شما برای تحصیل تو ایتالیا اقدام بکنید. سعی کنید آگاهانه تصمیم مهاجرت بگیرید. اگه همین امروز در مورد مهاجرت تحقیق کنی، احتمالاً یک تصویر بسیار قشنگ از این مسیر می‌خوای ببینی. زندگی آروم، درآمد خوب، آینده بچه‌ها، پاسپورت قوی، شرط زندگی متعادل. ولی واقعیت اینه که تمام مهاجرت به این قضیه خلاصه نمیشه. مهاجرت یه بخشیش این مزایایی که من گفتم، یه بخشیش میشه هزینه، میشه زبان مجدد خوندن، میشه کار جدید پیدا کردن، مالیات، اجاره خونه، تنهایی غربت، اینا هم بخش از مهاجرته. واقعیت مهاجرت ترکیب این دوتاست. خب میدونی کار ما و بسیار از همکاران ما کار مهاجرته، بحث درخواست‌های روادید، اقامته، بنا به دلایلی به هر شکلی هستن، شرایطی رو ایجاد میکنن، در واقع تصویری رو میسازن که یک در بهشت از اروپا نشون بدن، در صورتی که واقعیت اینه که اینجوری نیست. اروپا، کانادا، آمریکا همه اینا مزیت‌های خودشون دارن ولی یه سری معایب هم کنارش داره. شما باید ببینید برای شخص شما با انگیزه‌های شما و هدف‌های شما این مهاجرت چقدر صرفه داره، شرایطش به چه شکله، حالا اون مزیتایی که میخوای بگیری در مقابل اون چیزایی که از دست میدی برات صرفه داره یا نداره. من اصلا نمیخوام چیز بدی از مهاجرت به شما بگم. مهاجرت کردن برای خیلی‌ها چیز خوبیه، ولی مهاجرت با دید کامل. روزی که داری مهاجرت انجام میدی تصویر کامل داشته باش، بدون کجا میری، شرایط زندگیش چیه، درآمدی چیه، مردم فرهنگ بین‌المللی دارن، مهاجرت پذیر هستن نیستن، اینا رو باید بدونی، شرایطو بدونی، با دید باز تصمیم بگیری. خیلی هم بهتره، اتفاقا باعث میشه نرخ برگشت مهاجرت بسیار کمتر بشه و اونی که واقعا تصمیم میگیره بره یه انتخاب درست هدفمند بکنه. شاید برای من نوعی یه جایی مثل اسپانیا خوب باشه، برای دوست من یه جایی مثل آلمان خوب باشه. بستگی به اهداف هر شخصی رو باید ببینید. آیا لزوما درخواست ویزا که تایید میشه یعنی مهاجرت موفق انجام شده؟ نه، این فقط اول راهه، اون مسیری که ما باهاتون هستیم، کاری که ما با هم انجام میدیم. ولی بعد از اون تازه قضیه شروع میشه. هستن کسایی که مهاجرت میکنن به این دید که توی کشور بمونن و زندگی کنن و کسایی که نه، فقط یک اقامتی درخواست میدن که برن و بیان، در رفت آمد باشن. و چقدر زیادن آدمایی که به این شکل دارن انجام میدن. و واقعا مهاجرت از جایی شروع میشه که شما تازه وارد اون کشور میشی، با محیطش، با سیستم بانکیش، سیستم مالیاتیش، با چیزهای مختلف سر کله میزنی و خودتون رو آماده بکنین بعد از اینکه وارد یک کشور شدین چندین چالش جدید قراره باش روبرو بشین و اونجاست که شما میتونید ببینید توی یک کشور عجین شدین یا بهش سازگاری ندارین. آیا واقعا مهاجرت بدون مدرک زبان ممکنه؟ شاید اصلا تو تبلیغات خود ما یا همکاران دیده باشید. بله، برای ابتدای قضیه ممکنه پرسش شما زبان نخواد، ولی اگه شما مثلا یه دانشجویی هستی که میخوای بری وارد یه جایی مثل آلمان یا اسپانیا بشی، درس بخونی، کنارش کار بکنی، معلومه باید زبان اون کشور رو بلد بشی، معلومه باید وقت بذاری زبان یاد بگیری. شاید توی شروع لازم نباشه، حتی تو درخواست کارت اقامت هم که برسی لازم نباشه بگیری و بدون اون بری جلو، ولی حتما تو برنامه بلند مدت 6 ماه، 1 ساله، 1.5 ساله بذار که این زبانه رو بخونی که اونجا راحت زندگی بکنی. کشورها مختلفن، یه سری کشورها مهاجرت پذیرترن، یه سری‌ها سخت‌تر درخواست اقامت رو قبول میکنن. آیا لزوما هر جایی که اقامتش رو راحت میده جای خوبیه، کشور خوبیه؟ نه لزوما. خیلی پارامترهای مختلف هست. یه زمان هست ما میایم میبینیم چه کشورهایی رو میتونیم بریم، یه زمان هست میبینیم چه کشورهایی خوبه که بریم. خب اینا یه اشتراکاتی داره بالاخره دیگه. باید جایی رو بری که هم قابل رفتن باشه، هم شرایط زندگیش بهت بخونه. بهترین کشور برای مهاجرت وجود نداره. تمام کشورها ضعف‌های خودشون دارن، نقاط قوت خودشون دارن. اگر شما وارد یک کشوری مثل انگلیس بشین، علاوه بازار کار خوبه، ولی اختلاف طبقاتی زیاده، شرایط مختلفی وجود داره، اختلاف فرهنگی وجود داره. یه جایی مثل آلمان شرایط کاری خوبه، یه امنیت نسبی هم داره، ولی زندگی ماشینیه، خشکه. یه جایی مثل اسپانیا واردش میشی، زندگی خیلی آروم، خیلی مردم شاد، باحال، خوش انرژی، ولی علاوه اقتصادی شاید یه خورده سخت باشه، چالش داشته باشه کار بخوای پیدا بکنی. تفاوت‌هایی که با هم دارن. یه جایی مثل یونان میری، قیمت فوق‌العاده پایین، مردم پر انرژی، شرایط کاری به تبع پایین‌تر از بقیه. می‌خوایم 5 از کشورهایی که تقاضای بالا برای مهاجرت دارن رو با هم بررسی بکنیم. کشوری مثل کانادا میگن مهاجرت پذیره، ولی این مهاجرت پذیری اومده
اومده ادغام شده با یک تورمی که تو این کشور به وجود اومده. ملک رفته بالا، میزان کار یه مقداری کم شده. پس الان واقعا برای همه اقشار مهاجرت پذیر نیست. اگر شرایط مالی خوبی داری پیشنهاد میکنم برای کانادا بهش فکر بکنی اگه میخوای اقدام بکنی. کشور آلمان میگن برای کار فوق العاده است، درآمد عالی، خیلی خوبه، ولی بدون حتما زبان آلمانی لازم داری برای اینکه بتونی توی محیط کارش ادغام بشی. کشور نیست که بدون زبان بتونی توی این محیط رشد کنی و پویا باشی. کشور اسپانیا بهشت زندگی، فوق العاده برای زندگی، برای درس، برای تحصیل، کارهای مختلف، شرکت‌های خدماتی، ولی بابت کاراکتر کاری و پویش کاری یه مقداری روند پایینی داره. اینو باید تو نظرت داشته باشی. قطعاً اسم ایتالیا رو به عنوان یه مقصد تحصیلی فوق العاده شنیدید. حتی بدون هزینه هم میتونید شما برای تحصیل تو ایتالیا اقدام بکنید، چون داره بورسیه تحصیلی میده. سطح دانشگاهش هم خوبه، تحصیلش هم فوق العاده است، ولی یه چالش داره. وقتی که تحصیل داره تمام میشه، ورود به بازار کار خیلی سخته. این اونجایی که باید تحت نظرش داشته باشین اگه میخواین به ایتالیا مهاجرت کنین. بعد اون حالا 2 سال 3 سالی که یا میخواین لیسانس بخونین یا مستر بخونین، چه جوری وارد بازار کار بشین، اینم باید در نظر بگیرید. کشور فرانسه یه کشور متعادل از نظر شرایط کاری، از نظر شرایط زندگی، فرهنگ زندگی، شهرهای فوق العاده‌ای داره. نیس هست، پاریس هست، استراسبورگ شهر دانشجوی فوق العاده، چیز متعادلیه. ولی خب زبان فرانسه هم باید بلد باشید. تو این کشور هم باید به زبان خودشون صحبت بکنید یا تحصیل کنید، کار بکنید. البته که زبان قشنگی هم دارن. خب همه این موردا رو گفتیم که به کجا برسیم. ببین، مهاجرت به خودی خودش نه بده نه خوبه، یک تصمیمه. خب تصمیم باید آگاهانه گرفته بشه، با مطالعه باشه. جایی که میخوای بری رو اول باید بسنج، از چه نظرایی، درآمد توی اون کشور، شرایط زندگی، میزان مهاجرپذیری مردم، بحث هزینه ها، آب و هوا، بحث شرایط تحصیلی، اینا واقعا چیزایی که برای زندگی عادی مهمه. ملاکا رو بسنجی، ببینی، شرایط رو متوجه بشی و بعد براش تصمیم بگیری. شاید برای یه نفر اروپا مناسب باشه، برای یه نفر کانادا مناسب. حالا آمریکا الان توی شرایطی که هستیم که اوضاعش خیلی سخت شده، ولی در بلند مدت اینجوری نخواهد بود. اون هم باز میشه بنا به شرایطی و موردی که هر نفر داشته باشه میتونه انجام بده. فرق میکنه. حتی شاید برای یکی ترکیه یا امارات هم که نزدیک ما هستن و خیلی هم سخت نیست رفتنش، اون جای درست باشه. شاید معاملات زیادی، شرایط زیادی با ایران داره، مراودات داره، باید یه جای نزدیک باشه. به هر دلیلی میخواد حالا خارج باشه. ما نه توصیه میکنیم نه تکذیب میکنیم، فقط خواهشی که داریم سعی کنید آگاهانه تصمیم مهاجرت بگیرید. تبلیغات خیلیاش نمیگیم اشتباهه، ولی همه چیز نیست، تمام اطلاعات نیست. آگاهانه باشه، شرایط باشه. اگر دوستان شرایطتون رو بسنجین برای پروسه هایی که هست، پروسه هایی که قابل انجام برام و ببینید اصلا بهتون میخوره یا نه. شرایط اون کشور که میخواین برین، محیط زندگیش، میتونید یه مشاوره تخصصی با ما داشته باشین. بچه‌ها به صورت کامل تو تایم اداری پاسخگو هستن. شماره‌اش هم تو همین ویدیو پایین براتون میذاریم. هر سوالی توی زمینه‌های مختلف بین‌الملل و هر شکلی که دارین هم توی کامنت‌ها بنویسین، حتما بهشون پاسخ میدیم.